تدبیر داروساز. دختری ازدواج کرد و به خانه شوهرش رفت. شوهرش را دوست می داشت، اما نمی توانست با مادر شوهرش معامله خوب نماید. هر روز با هم جنجال می کردند. مناسبتشان خیلی بد شده بود. عاقبت دختر به نزد داروسازی که دوست صمیمی پدرش بود رفت و حالت خیش را با او عرضه داشت و از او طلب زهر کرد تا با او بدهد تا بتواند مادر شوهرش را بکشد. داروساز گفت اگر زهر قاتلی به تو بدهم و مادر شوهرت کشته شود همه به او شک خواهند بود، تو را گناهکار خواهند دانست. پس داروی به دختر داد و گفت که هر روز مقدار از آن را در خوراک مادر شوهرش بریزد تا زهر کم کم در او تأثیر بکند و او را بکشد و توصیه داد در این مدت که به مادر شوهرت زهر میدهی معاملات را با او تغییر بده، با او مهربان باش، خوشحالانه و خرسندانه صحبت بکن، از حالش باخبر باش و همیشه کوشش کن که با او مهربان تر باشی تا وقتی که مادر شوهرت میمیرد دیگران از تو گمان بده نبرند. دختر زهر را گرفت و خوشحال و خرسند به خانه برگشت. او هر روز مقداری از آن دارو را در خوراک مادر شوهرش میریخت و با مهربانی به او میداد. با مادر شوهر با مهر و محبت سخن میگفت. با او مناسبتش را تغییر داده بود. مادر شوهر نیز با دختر مهربان تر شد و او را دختر خویش خواند. مادر و دختر روز به روز با هم نزدیکتر می شدند. دختر احساس کرد که چیکار خطایی کرده است. زود به نزد داروساز رفت و گفت من اشتباه کرده بودم. دیگر از مادر شوهرم متنفر نیستم. حالا من او را مثل مادر خودم دوست می دارم و او نیز مرا خیلی دوست می دارد. دیگر دلم نمی خواهد که او بمیرد. خواهش می کنم داروی دیگری بده تا زهر را از بدن مادرم خارج کند. من نمی خواهم که او بمیرد. داروساز لبخندی زد و گفت دخترم نگران نباش. آن دارویی که به تو دادم زهر نبود. زهر در ذهن خودی تو بود که حالا به عشق و محبت بدل گشته است. اگر از دیگران برای خود محبت و مهربانی می‌خواهی با ایشان نیز چنان رفتار بکن که ارزنده مهر و محبت باشد. ای کاش که تا ابد نمیرد مادر، یا هستی جاویدان بگیرد مادر. مهر است سراسر و وجودش تا هست. ای کاش که پایان نپذیرد مادر.